سلام بچه ها، خوش اومدیم به قسمت دهم ماینیماتور. ببخشید که خیلی وقت بود نبودم، یعنی عملا بیشتر از یه ماه ویدیو نذاشتم که به خاطر اینکه تابستون بعد یه سری اتفاقات افتاد و نتا ضعیفه، حجم زیاد دارم ولی نت ضعیفه. بعد کلا آدم حوصلش نمیشه، از بس که گرمه هوا نمیتونه کاری بکنه. و آره، امروز توی قسمت دهم میخوایم یاد بدیم چجوری چشم بذاریم برای کاراکتر که تکون بخوره ولی چیز نباشه، ریگ نباشه. خب بریم آموزشش رو بهتون بدم. خب اول از همه وارد یه سایت که میشه اسکین داخلش ادیت کرد میشیم و من بهتون نووا اسکین رو پیشنهاد میکنم، چون به نظر من خیلی بهتره اسکین. و یه بخش داره برای اسکینات، توی بخش گالری توی داخلش چی بود، تامنیل بسازی برای یوتیوب که من قدیما استفاده میکردم، الان استفاده نمیکنم، هیچ تو چنل اصلا نذاشتم از اینا. و مدل های دیگه که از این دو چیزا. اگرم بخواید مدل های اسلیم یا الکس ادیت کنید، اینجا یه بخش جدا داره، اینجا برای استیوه. خب برای من این شکلی شده که داره حرکت میکنه، صافش میکنیم. حالا این کاراکتر منه، من نمیخوام کاراکتر خودم رو ادیت بزنم، برای همین اینو دیلیت میکنیم از این بخش. یه منفی داره، میایم توی گالری اوپن رو میزنیم. حالا میگردیم دنبال اسکین استیو. این از اسکین استیو. خب الان این گبریه رو کسب میکنیم، نباید باشه یه لایه اضافه تر. از اینجا زوم میکنیم و اسکین و فتوشاپ هم داشته باشید خیلی بهتره. اینجا شما میاید چیکار میکنید؟ بذار ببینم. این رو که اینو بر میدارید، پاک کنه، این بعد چشا رو این نامری میکنید که دیده نشه این شکلی. این نارم برداریم که نرفت. آره این شکلی میشه چشا. خب اینو که ساختیم، قدم اول تمام شده، مگر اینکه چشاتون چیز باشه، چی میگم، یه لول دیگه هم داشته باشه، مثلا این شکلی باشه. این یه کوچولو سخت‌تره توی حالت دادن بهش، ولی خب مهم نیست. اینا که تمام کردید، اینجا سیو رو میزنید، یه اسم براش میذارید، سیو میزنید، بعد میزنید روی دانلود، میره توی بخش دانلود. خب این از اولین بخش داستان ما بود. بعدش چیکار میکنید؟ اسکین استیو رو وارد میکنید توی اون پوشه، یا حالا جایی که کار میکنید پوشه باشه، بهتره که قاطی نشه. اینجا میایید اوپن وید فتوشاپ میزنید، منتظر وای میسید فتوشاپ بالا بیاد. قبل از اینکه بریم ادامه ویدیو، حتما لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. ممنون میشم اگر کامنت بذارید، انرژی بدید. خب اگر بیاره فتوشاپ برای چی؟ میتونید از برنامه های دیگه هم استفاده کنید، ولی فتوشاپ به نظر من خیلی بهتره. خب ما چیکار باید بکنیم؟ اینجا یه دونه چی بود؟ ببینم پیداش میکنم. اینو میزنی روی چشم، میزنی رنگ چشم تو برمیداره. اگر دوتا باشه باید تکسچر انتخاب کنی. تکسچر که یعنی از همینجا ببری، بیای اینجا بزنی نیو داکیومنت، اینجا یه دونه اندازه خودش میاره. این اول میگه پیست ات کلیپ بورد، یه همچین اندازه‌ای که انتخاب کردی توی کلیپ بورد هست، میاره اونجا پیست میکنه. این از اینجا انتخاب میکنی. بعد این عدد مهمه، این عدد به دردتون میخوره. الان ما چون استیو کاراکترمون دیگه نیازی نیست کاری بیشتری بکنیم، ولی میتونید مثلا بهتون میگم حالا اگر دوتا چشم بود چیکار کنید. و قرار ابرو هم بریم بهش، ابرو که اخم میکنه مثلا ناراحت میشه از این دوست. میذاریم استیو، یه عددم میذاریم. خب این از این. الان میاد اینجا ماینکرافت براوزر و الان اسکین رو باید میکنید که ای بابا این سایت یه ذره باگ داره. حالا تو سیو کردن تصویرهایی که
سیو میکنید از اون سایت دقت کنید، مثلا همین الان که دیدید اشتباه شده بود، الان درست شد همونطور که میبینید. اینا میاریم میذاریم صفر نذارید مهم نیست. کلا من اکثریت مواقع برای اینکه کارم درست تر بیاد صفر شروع میکنم. خب باید چیکار کنیم؟ یه سری یا نه مهم نیست، میخواستم بگم عدد میدم بهتون برای اینکه فاصله حفظ بشه توی چشما، که مهم نیست خودتون تست کنید ببینید کدوم بهتر در میاد. الان ببین اینجا چشاش خالیه دیگه، میایم اینجا توی شیپ کیوب رو میذاریم سرفیس کریت میکنیم. این از اینا همیشه صفر کنید. اگر سرفیس دارید میارید میخواید بذارید جای مثلا چشم، دست یا حالا تکسچری که اشتباهه، اینو همیشه صفر کنید، چون وقتی جای بدید بهش غیب میشه، گم میشه. خب این از این. الان میبینید از کلش زده بیرون، اینو باید کوچیک کنیم. 0.2 این زد هم مهم نیست، چون زد برای مثلا حجمه، یه همچین حالتی داره. میایم اینجا، این نه، حالا اینو میدیم بالا. الان همونطور که میبینید باید تست کنیم الان که سرفیس ها به هم نمیخورند. سرفیس که آره سرفیس. ببین الان میایم این پشت به مرور و الان از اینجا که دیده نمیشه. ببین اینجا هیچی نمیشه، ولی الان اگر من اینو بیارم لب یعنی چی؟ یعنی اینجا بذارم، ببین الان ایناش اون سرفیسه با پوستمون یا حالا اسکینمون مغایرت نمیکنه یا مغایرت میکنه، نمیدونم دقیق معنی مغایرت چی میشه. خب برش میگردیم سر جاش. خب این از این. الان دوتا از اینا باید بذارید، اینا یادم رفت بگم. داره عرق میده از مثلا کنترل دی میزنیم یه دونه، ولی اینا هم با عدد جابجا کنید بهتر. مثلا این وری میخوایم بریم، این ببین این سمتی میشه منفی، این سمتی میشه مثبت. مثلا اینو باید بکنیم مثبت 1. دیدی حال کردی؟ خب این از این. الان چشم همه اوکی هن. الان اون جایی که گفتم این رنگ مهمه برای همین بود، اینو کپی میکنیم. الان یه دونه چشم به یه دونه چشم دیگه هم احتیاج داریم. کنترل. خب اینو میزنیم متریال، اینجا رنگشو از بخش هگز کنترل بی میکنیم. بعد اینو اندازش باید کوچیک کنیم، 1 زیاده، 0.5 کم شد. نه 0.75 7. حالا 0.07. اینو هم باید بیاریم جلوتر، در حدی بیاریم جلوتر که چیز نشه. الان ببین حدوداً درست در اومده. از این ور مثلا نگاه کنی شاید باگ ببینی، ولی خب این همینه کلا. اگر نخوای باگی باشه باید اینو اندازش بزرگتر کنی. یعنی چی؟ یعنی اینو میذاری 9، یعنی اصلا بذار همینجا رو 1 کنیم، یه مربع گنده داشته باشیم. باید الان اینو بیاری اینجا پایین تر. الان خب تا از این زاویه این شکلی میبینی، ولی چشمه از این زاویه اصلا دیگه اون شکلی دیده نمیشه. از این زاویه این کنارا که این شکلی این شکلی میشن، مثلا اینجوری. الان همینو این کاری که کردیم برای این طرف هم انجام میدیم با این. و بچه من از کجا میدونم که مثلا این چشمش الان از اینجا درسته؟ باید ببینید مثلا این خط رو میبینید باید از این راستا باشه ولی از این ور نباشه. میارم الان اینا اینجا تموم شد به همین راحتی. الان چشمای ما درست شد همونطور که میبینید. الان بذار اینو من بیارم وسط.
خب برعکس حرفی که قبلا زدم، شما اگر بخواید حرکتم بدید مثلا بخواد چپ و راست رو ببینه یا اینجور چیزا، باید این شکلی باشه. ولی خب نه، اگه مثلا میخواید وسط باشه یه ذره ابرو بالا پایین بشه دیگه نه، اون نیاز نیست. گنده تر بذارید، 0.1 فکر کنم بذارید، اون موقع دیگه مهم نیست چی باشه. باگم نداره مثلا این شکلی بکنی اینجا دیده بشه. اون شکلی مثلا بهتر بود اگر خواستید رو بر باشه، ولی الان میخوایم مثلا حرکت بدیمش، واسه همین. خب الان ببین مثلا من اینو بیارم اینور، این دوره اینور رو نگاه میکنه این شکلی. الان ابرو مثلا میخواد اخم کنه، چیکار میکنیم؟ میایم دوباره توی فتوشاپ. دارم میفزم. خب اومدیم تو فتوشاپ، قراره چیکار کنیم؟ این دوتا رو سلکت میکنیم، کنترل سی میزنیم، همونطور که گفتم نیو داکیومنت، اینجا کلیپ بورد داره، کریت، کنترل وی، کنترل 0، همونطور که میبینید. این یه دونه اینو فایل اکسپورت از PNG میزنید، میارید توی پوشه ای که بود، کلا اسمش هم عوض میکنید. اسمارم فارسی نذارید، اینم یه نکته بهتون بگم. الان یه دونم از همین ور کپی میکنید، کنترل 0، فایل اکسپورت از PNG، اسمش هم عوض میکنیم، یه چی دیگه میذاریم. واسه این یکی هم درست کنم، ابرو 1، ابرو که نیست، اخم میخواد بکنه. ابرو 2، مهم نیست اسم ابرو رو کلن بنویسی این شکلی غلطه، اینا مهم نیست. خب دوباره مثل قبل باید سرفیس وارد کنیم، ولی نیاز نیست دوباره اینجا کریت کنیم، دوباره اندازه بدیم. اینجا میای نونه میزنیم براوزر، اولیو میاری، بعد میای دوباره براوزر، دومی هم میاری. خب اینا دیگه نمیخواد کارشون بکنی. الان میای داخل سرفیس هایی که اینجا بود، یه کنترل دی میزنی، دوباره از اینا ساخت. الان اندازه رو تا حدی کم میکنی که فقط 2 پیکسل به حساب بیاد، یعنی 0.1 نیست، 0.5 نیست، یه همچین عدد عجب غریبی داره. و 27. خب الان دیگه اندازه است، 2 در 1 پیکسل میشه گفت. اینجا ابرو 1، همونطور که میبینی همون بالا مساوی، اگه درست ساخته داشته باشیم البته. حدوداً درسته. الان این از این، تو اینو ساختی، یک کنترل دی دیگه هم میگیری، اینو باید اندازش رو برعکس کنیم. یعنی اینو 0 میکنیم، مثبت میکنیم، الان اومدیم بر، ولی رنگات یکسان نیستن. اینجاست که ابر دو ما از استیو میاد تو کار. خب این شکلی راحت دیگه نیاز نیست یه ساعت اونجا هم دوبلیکیت کنید، دوباره چیز کنید. اینا که ساختید الان عملا کلا کار تمام شده، فقط انیمیشن دادن مونده که انیمیشن میدم بهتونم توضیحشو میدم. مثلا میخوایم توی 24 فریم ابرو این شکلی بشه، بیاد پایین. البته یه چیز دیگه هم بگم بهتون، برای اینکه به مشکل نخواهید، چون الان ببین من اینو بیارم اینجا این شکلی میشه، این باید البته اینو کمتر کنم، این شکلی میشه. ببین دیدی اینجا یه ذره اضافه چیز اومد، واسه همون باید اینجا رو یه ذره درازتر مثلا بذاریم، مثلا همون 103 خودمون یا نیم، یه عدد یالا، همونطور که میبینی الان اخم کرد.
البته با ریگ برید به نظر من خیلی بهتره، میتونید راحت تر انیمیشن بدید بهش. و آره به خاطر همین گفتم که اسکینتون یه رنگ باشه بهتره. ببین الان اینجا یه مثلث در اومده واسه همین. الان تا این فریم اینطوری شد 19 فریم، بیاریم مثلا 20. حالا بیایم توی فریم 40. البته که این کاری که مثلا من دارم انجام میدم اشتباهی، مثلا دارم از اینجا میام تا اینجا بعد این شکلی، اون مدلی مثلا قرار بد در بیاد. الان میگم بهتون. البته اینایی که گذاشتیم به عنوان ابرو به حساب نمیان، ولی خب بازم یک کمک حالی هستن برای کسایی که نمیخوان ریگ استفاده بکنن. خب الان حالا میگم بهتون بد در اومد، ولی خب کارش نمیتونم بکنم دیگه، نمیتونم انیمیشن بدم 1 ساعت 48. خب میایم اینجا، بفرمایید این شکلی عصبانی شد، این شکلی ناراحت شد. همین کلا یه همچین حالتی داره، میتونید استفاده کنید. یا حالا میخواید چشش تکون بخوره، خدا بگم چیکارتون کنه. خب حالا این از این مثلا از اینجا تنظیم میکنیم. میام ثانیه 24 میزنیم، میاد این وری این شکلی، اینا میاریم اینجا. خب حالا توی این ثانیه هم میخواد ناراحت بشه، میاد اینجا، بعد از اینجا میاد اینجا. اینا باید این لبه دماغ باشن. و خب این از این توی این حالت چشما وسط باشن حدوداً یه حالت بهتری داره این شکلی. حالا ناراحت هم شد تهش. من چند روز پیش خودم یه دونه ساخته بودم، یه انیمیشن داشتم میساختم که خیلی بد شده بود، برای چشمش هم این کارو کرده بودم. ولی الان مثلا بخوام کجاست که نه الان کو این ابروهاشه، اینم از این نه نیست، اینم هاشو. تو چشت کجاست؟ ها این از این، این هاش. همینو باید بیاری این ورتر، مثلا شد این. یه همچین حالتی داره اگه خودت بخوای بسازی چشم بدون ریگو از اینجور چیزا، همچین چیزی میشه. خب اینم بود از این قسمت که قسمت دهم بود. سعی میکنم بیشتر ویدیو بذارم. 1-2 تا ویدیوی SMP هم داریم که آخرش معلوم شد سرور سیو نمیکنه. آره ممنونم که ویدیو رو تا آخر دیدید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. اگر پیشنهادی دارید برای ماینیماتور یا یه همچین چیزی به هم بگید. اگر بتونم انیمیشن رو براتون یاد میدم.